این بیادب متین پیرزاده است، یک انسان کمعقل و گستاخ که در معرض تماشای مردم دشنامهای فحش می کند و خیلی بد اخلاق است. از این بدتر و بد اخلاق کسانی هستند که در کجای یک انسان کمعقل و ناسالم را ببینند او را نواربرداری کرده به نمایش می گذارند و او را مشهور و معروف می کنند. در نتیجه بلاگران مثل همین متین پیرزاده می برایند و ملت را شرمنده می کنند. کسانی که انسانهای کمعقل و ناسالم را بردار می کنید و به نمایش می گذارید از الله بترسید. با این کارتان فرهنگ و تمدن یک ملت را زیر سوال می برید. به خاطر لایک و پراسماتین یک ملت را شرمنده می کنید. از نوارهای همین احمق برای جوانان چی فایده است؟ بغیر از بداخلاقی و فحشگویی چیزی یاد نمی گیرند. اینها نسل جوان را فاسد می کنند. باید پیش راه این گونه احمق ها گرفته شود. من کسی را تحقیر نمی کنم، ولی باید یک نفر پیش راه این گونه بداخلاقی و فحشگویی را بگیرد.